سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار ولاگی داشته باشیم از جشنواره غذا در شهر رشت. امروز پنجشنبه هفتم دی ماه ساعت حدود 10 صبح. سومین جشنواره غذای گیلان به مناسبت آغاز هفته رشت در تالار مرکزی رشت واقع در بوستان ملت برگزار شد. 12 دی ماه روز رشت و شهر رشت به عنوان پایتخت خوراکشناسی ثبت جهانی شده. این جشنواره با حضور 50 رستوراندار و فعالین گردشگری و همچنین مردم علاقه‌مند و 30 خبرنگار از کشورهای مختلف مثل ترکیه، روسیه، چین برگزار شد. این جشنواره به مدت یک روز بعد از رأی داوران به مزه و دیزاین غذاها در اختیار مردم قرار داده شد. تاکنون 400 نوع غذا از غرب تا شرق گیلان شناسایی شده که 35 تا از این غذاها ثبت جهانی شده. تنوع غذا در استان گیلان واقعا بی‌نظیره. با ساده ترین و ابتدایی ترین مواد اولیه بسیاری از این غذاها رو میشه تهیه کرد. غذاهای معروف گیلان مانند باقلاقاتق، میرزا قاسمی، کباب ترش، ترش تره، واویشکا، فسنجان، ترش شامی، ترش کباب، سیر بابیج و دسرهای خوشمزه مثل رشته خشکار، کاکا. مزه های غذا مثل کاله کباب. قبلا ولاگ گردش در بوستان ملت رشت و بسیاری از جاهای دیدنی رشت رو در کانال قرار دادیم. لینکشون رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. خواهشم با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
دیگه میام ببینم نمره چند میدم به ما. نه منتظر داورای بازی دستانه اینجا بده. آره خیلی سطحی. نه شما گوشی رو برای
بفهم خوشگلم هرچی میشه جونه هرچی دوست داری بگی هر جای این شهر بری من فن دادم من مشتری ثابت دادم یعنی غذا عالی بود دمت گرم اونجا داشتم میگفتم یا بود که بیام اینجا هم بگم گوجه ها رو خیارشو رو از همه